ای خدا ای خدا از این عمر خود چی بدیدم چی بدیدم چی بخوردم چی بپوشیدم غیر از زحمت خری سه روز به تا دنا به تا سرها رد گو مول ان آخر ان میرامد پر روز مو مولا گلومد و هفته جلو مولا شیرامد هفته دیگه جلوترم بود اونا برفتن دیگه مرو خورد اونا بالاتر شست من میمورم یک روز استراحت ندیدم که من با می عمر طول عمر خود می یک ماه استراحت کرده باشم این زمین این دره ای چی به درد ما خود یک روز استراحت دنیا نکردم اتحاب خوبی نخوردم براده گله کترم ای بری نرفتم تا به تراز جون دادم زحمت کشیدم خری کشیدم هنشی جفت جریب زمینه به سرم کردم ماما گریه میکنه ها چکار شده ماما رمضان جان چی بگم چی گفته چی بگم گفتن خوب نیه همین تو که همین انسایی مانی میبینی به همین طول عمر خود تو بدیدی من یک روز استراحت کنم نه بدیدی من یک برادر غذای خوبی بخورم چی میفهم بخونه زندگی شما خوبم سر صحرا که بدیدی به صحرا غیر از این که شما یا قروتی خوردیم یا اشکنه به تمام عمر خومه یک جوکایش خوب به پا خونه دیدم خب بخرم میخوام ماما یک دست رخت خوبی به خونه نتونستم بخرم به زیادیات تاشون بیکار شیشته معطل آخی گفتم ما یک سه چهار جریب زمینی بخرم جمع کنم که صبحی بچه ها پریشان و در به در دار ماما شما مزدوری زمین دارن که آخه همینا که پیار من میراد نموده همینا را مزدوری کردن سختی کردن و از را گلو حال گریه شما به خاطر چیه؟ گریه من به واسطه همینه که چند تا کلونات دی بودی سفیدا بودم اونا برفتم چه میگن من امروز یا تو میمورم یعنی شما گریه نکنه که من میمورم شکار کنم خب نه همه میمورم او احمد هم میمورم محمود هم میمورم همه میمورم این کسی نیه که ماما جو یعنی چی که شما گریه میکنه که اون رو خب میخواه رمضان جان پیارم برارم کسی که میموره علمونی هم به دل نیه انال من هرمون به دل میمونم شما به می سند 70 هرمون به دل میمونه این جوانایی که به یک ساعت دیر ناخور اونا پیش میمورم یا ککر میکنم یا پوشته میشم یا یک در نوسنده به یک درد سر بین میره این جوانای 18 ساله و 20 ساله چی بگم اینا چی هرمون دیدن آخه چی نگو اونا همیشه مثل من خیری هم ندیدن گشنگی هم نخوردن چیزی به دنیا نبودن که خیلی منطقه که 20 سال سن داشته باشه و دم جرمت او خیری دیده خلاصه من خیلی هرمونا داشتم از این به بعد حالا همینایی که بدیدم میمورم همه میمونن من همیشه ماما جو سعی کنیم این معلوم نیه که شما جلوتر میموریم من دیرتر میمورم یا فلانی جلوتر میموره کی دیرتر این هیچی معلوم نیه هر وقتی که شعر نکاه و غذا میگه برگشت نداره هر وقتی که خورش شما دنیا کنده شد همون وقت میمونه شاید ما شما جلوتر مونده خدا نکنه چرا جرم مرگی نیه مرگ برای دوریه میگه مرگ همجی چیشون برای آدم نزدیکتره من موش خیلی دیدم اوش به سرها خیلی بودم به سر خرمن گندم خیلی دیدم که ما بمردم خیره به عمر شما بلند میشه به چی حالت مردم یک هفته به سر همی خرمن گندم پرته بودم کسی نمازه که مرد ببره همون تو خیلی دیدم خیلی دیدیم که بمردم باز هم که بمردم باز هم خیلی خورمی دیدیم ماما جو بعد از این که پاری علدیم خلاصه رمضان جان از این عمر حکم خیر ندیدم حالا گریه نکنین که من میمورم خیره باشه چیکار کنم من بیامدم برای همین جفته شما که امروز همین زمین خورمایم که رو نمیم جفته خور 1 ساعت بعد برای ما بده به خدا گواه و یکی طبق شده او میلنده طبق شده طبق شده از دستای طبق گرفته خو کرده علف خو کرده و پیش می نادونه خب
خب پا امور لنگیر بدیم، اگه لنگی دیگه بلکه از این بره پیدا کنیم ما. خود گوه ما کسی هیچ گوی نی که خود گوه ما بره. نمیتونه. نه خب بازم اگه پیدا کردی باز بیا مشکلی نیه. خب اگه میتونه رفته که می یک لنگ گوی پیدا کنم گوی بند شما رو هم بیام با، اگر نمیتونه که ما فکر یا یک ترکتول باشم یا فکر یک چیز یک جفت گو علده باشم. برسه که اگه دادم به تو جفتگوی دادم که چی بیتر، اگه ندادم بیا همین لنگ گو مار ببر کار خود بچلو. خب صحیح ماما جو، منطقه گریه نکنیم گریه نکنیم ماما جو، کار نمیم با عمر خود کار خیری کرده باشم. خب بکردین کار خیر هم بکردین دیگه که مسلمون بیامده برای جواب داده باشم. همین کار جواب مر بدادین، گفتیم برو اگه پیدا شد نشد بیا که گوی بدم، همین کار خیریه دیگه. همین کار که دست شما بیا کمک کنیم می کار. خیر بینی ماما جو گریه نکنه، دل خود نندازین. کاش که مثل تو یک آدم دیگه گریه نکنه، خیره باشه خیره باشه، کاش عمر خو مخلات نکرده. اوکی ای با آدم که میموره. چیزی ماما شما چی رفته؟ خدا خیر پیش کنه. چرا گریه میکنه؟ برادرگر نگر هر چی که بمی تمام عمر خود زحمت کشیده انگار که بابات دادم. الان اخ کردم سوخ کردم 4-5 جرید زمین بخریدم، انا لکه کردم، انا آخر هم رفتنی هم میموری. شما خاطر مردن خود گریه میکنه؟ آها دیگه میموریم دیگه. مولا نظامت بمرد، مولا گلومت هم قلیپین بمردم، یا سر زمین هم مولا حسن جسکله بمرد، مولا حسن بمرد، اینا این سریعت با ماما شاگل گریه فایده نداره. هیچ کسی چی میگم این راهی هست که مگر ما شما به می راه بریم. ماما شاگل از این که شما به گریه میکنیم این جواب که من میمورم، بریم بابا 4 رکعت نمازی بخونیم، درود بگم عبادت کنیم که خدای پاک گناه شما رو ببخشه، خدای پاک شما رو هدایت کنه، خدای پاک شما رو به راه راست ببره. ما و شما نباید گریه کنیم که ما والله من میمورم، شاید من شما جلوتر بمورم، شاید آخر بمورن. آخه برادر من عمر خو خیر ندیدم، از این بزیبارم که خیر نمیبینیم، ولی 2 روز دیگه که زنده ایم بریم شما راه خدا رو بگیریم. آخه راه خدا رو دارم، من کی راه خدا نداره؟ خب یعنی ما به شما نماز خود میخونیم، روزه ما میگیریم دیگه زخم زبان به مردم نمیزنیم. خب همین دل ما به همین میسوزه که ما سوزگی نکردم. یار ما مشاغل هر روز که من خود یاد میدم به همین دی فکر نکنم کسی از شما راضی باشه، چرا شما گنده زبان هم هستیم. کام خود راسته کنیم برای بریم راه خدا بگیریم، راه دجی گپار نکنیم. ما دل ما بزی میسوزه که مسلمان خدا از عمر خو خیر ندیدم. وقتی که 24 روز دیگه که شما می راه بگیریم، خدا مهربانه که 24 روز خیر ببینیم، بریم برای از این گپا اگر ما شما گریه نکنیم، بریم بگیم خدایا ما رو ببخش، خدایا اگر ما اشتباه کردیم، اگر نفهمیدیم تو ما رو ببخش. اینجا بگیم گریه نکنیم. برای نگردن من میمونم این زمین ها و کی بمونه، کی ترک پرک کنه، این گروه بمونه، این گوسفندا بمونه، هر کس برای با خود کش میکنه. اگه باز همون زمین ها نماییم به ما خط بدیم با ما را شما جمع میکنیم. آخه بچه ها چکا کنو؟ بچه ها هستم دیگه. گریه نکنیم ما ای چی کا بیدونه باید کشیدن نورالله، کا بیدونه باید کشیدم، کا زحمت کشیدم بیوده، نه بخودم نه بپوشیدم، نه مسلمان هم خیری دید. الان تا هیچ چی بیچاره عمر مخوارم میکنم میرم. خیره خدا مهربان ما شاگرد، بریم 4 روز دیگه هم که زنده ایم عبادت خود بکنیم، خدا عبادت که میکنم. بریم خیر باشه غم اینو داره. نماز شام غریبی رو به من کرد، آی جان محبوب دلم جولان زد و یاد وطن کرد. های نفهمیدم پدر بود یا برادر، خدا دش کنه هر که یادم کرد. هرچی میگویم گل کم نمیشه،
دل پر غم اما بی غم نمیشه. آی دوا از ملک خارجگر بیاریم به زخم دلم. ماما شاگور خیریت باشه گریه میکنی ماما جو کو بشینی هیچی نگو کجی جان. کو چه کاره کو بشینی خیریته پس بعضی بمرد عقل میشه ما نه هیچی نگو. چه کاره گریه میکنی بکن ماما از این گریه میکنم که هرچی کلون بود خواهم و خیش کلون ها که هوا بره ما امروز یا صبح میریم برای کار خوب هیچی به درد خب ما ماما نخور. جو شما گریه میکنی کی به عمر خود مخلط کرده هم آدمی که تا به عوض زندگی کنم و آدم شما به من نشوندیم که من ببینم همه ما و شما رفتنی یکی زودتر یکی دیرتر بالاخره همین مرگ به پیش داریم امروز صبح نوبت ما امروز نوبت من صبح نوبت شمانه میمونیم میریم برات کار خود خب این قمجوشی نداره حالا بیا هر خب کس که بگردم میموره برابر ما زحمت نکشیده ای ما ماما خیلی زحمت ای کشیدم ماما کی بی زحمته از بفهمیدی؟ اون روزی که آدم دست چپ راست خور میشناسه تا به روزی که میموره یه دن من شوی خوشه نمیدونه روز خورد برای گپ نگردیم ماما شکل آدم هر وقت میموره امراه ایمان بموره از همه بیتره برای دیگه مردن که هست ماما من این گپ تو میفهمم که میموره اما به طریق بموره که علواتی هم بکرده باشه هرچی نصیب و قسمت آدم باشه آدم بمی دنیا ممور میبینه بمی دنیا میبینه این دیگه این جوش و غم چی ما که ما و شما بزنیم جوش و غم ازی بزنیم که بیمون آدم از این دنیا نره که جواب از این دنیا سخت ما خدا امید به خدا داریم رضی موضوع که بلکه ما که کار بعد نکردیم مقصد از این که تا تنستیم به خیری هم به یک مسلمان برسوندیم راست میگه ماما شکل اون نمازه خوب خونیم را خوب بریم خدا خوریاد کنیم تا ببینیم آخر آقا بعد ما چیکار خواهیم پناه به خدا پناه به بریم خدا ماما جو دعا بکنیم به حق زنده ما باش بخیر باش خیلی خدا چکار کنیم نکنین گریه ماما شکل نکنین دل ما را خوب نکنین ای بابا ایرون ما با ماما شاگل میمونم ایرون ما با می ماما شاگل میمونم کی آخه با عمر خو مخلط کرده نمورده که ما و تو ماما شاگل نفر دیون باشی هم مردن حقه دیگه آدم میمونه دیگه چی چرت و پریشونی داری که تو میزنی ما رسیدگی دنیا نکنی آی دو زلفانت بو عطاری ربابم ها دل آرامه چی میخواییم از این حال خرابم جانم ابد ای وی تو کو با ما سر یاری نداشتی چرا هر نیمه شب آیی به خوابم ای به به یعنی آفرین یه هجه یعنی رفیق ایدونی خوندنا خود که حقی سیستمی پیره خوام بکن گیلگو دیگه نه نگاه خبر میگیرم چیکار خیلی بله رفیق دمی خوندنا دلشاد خود چارتای دمی پیره خوام بخون چی؟ بیخی دل اینا به طور موی رسیدگی لب شته گردن من پیر شدگی لب بیچاره ضعیف شده گیره میکردمی تا دل مبری و بسخته میگو ما آخر عمر شده از عمر خود چی ندید آه آگیلگی خب دل مبری بابا هم هرچی بگم بابا غم نخوریم جیش نخوریم چی نخوریم باشه این تا بالاخره میگم به شما 3-4 روز دیگه زنده یا میمورم چی کار میشه بابا جان همه ما میموریم کی زنده مونده من میگه پاره همه برای پیار تو بگفتم هم چطور بدیدم ها کجا صبح دیدم اونا چی کار میکردن سیشکا گیره میکرد نه بابا آقا گردن دل مبری و بسخ همین که من سر جوش شیشته بیدم معطل همی او بیدم که بگردونم دیدم ماما شاگل تیر میشه گفتم من خیریت گیره میکنی گفت چی بالا خود گیره میکنم گفتم چرا چه کار شده این چی پیر شدم چون کی مرده ان آخر عمرم شده من میمورم بابا جانم خیلی همسایه 60 تا غلب زوبر خیلی یکی میگم زن فلانی هم پیار فلانی فکر کرده
خدا بیامرزه بابا من میبینه شروع میکنه همه گریه کرده که من میمورم زمینا چه کار میشه گلکی چه کار میشی فلانی پولا چه کار میشه فلانی چه کار میشه من میگم بابا با خاکه فدای سر کله شما یک جریب زمین مدو گلت پیار خود دل به دست داشته باش. پیرمرد شده، دل نازک شده، دل خود شده گله. راست دل به دست داشته باش، گناه داره گله جو. راست میگی خوبه؟ خوبه با دل جمع باشون. خوبه ها مثل کوی با پوت پیار خوب سکن. خوبه چه کار کنه غریبیه این غریب نیه که آدم پولدار حال پیدا که سلام برم بریم. نه بگیرم اینا کمک کن یاد دلیسه چرخی ببینیم سلام میرم که کار دارم. برین چاش میگم زنده بشی گفتم از این پیار تو با تو بگم که بیچاره بخی ضعیف شده. برین چاش بیمیه دارین زنده بشی برین شروع چیز دو غمه من بیمیه خوش ندارم. دو غمه نه مسکه یاد باشه زنده باشی کار میکنی گله جو کوچ کو دستو حالا میبری برای ما تیز ای تیز نیه برو کنده چی دا پای شتن لالا نیلا جانجره قراری فکر چوب بلبلا منه نه بلبلا منه گوش کن بلبل همین تو چوب میزنه چوب کن چوچوره خوبه که تو بلبل تا چوچورک فرق میکنه خب بلبلا منه اینا یعنی به تصبستامانه کجا بدی والله میتونم سرا بدم برای چیکار میکنی بزغالگا کستون بزغاله بزغالگا امریکایی ایرهتی نیه نه حالا بیام بودم گفتم سعی کنم کی به سر زمین نخونه کمی علف از بستانم ببرم خب شد دیدم سر زمین نخونی تو کمی علف بستانم انا جوان سر از اینا می بخوام دره بیون از دره ویدا می ود بخار چی می ود فکر گیل ما مهم چند کلمه گپ به تو بزنم سر تو پیار تو بدیدم جیگر ما کباب شد باده آها اگه تو گردن تو باید بشین نیلی باش ما با تو بگم چند کلمه برا خوب بگردم کارش وقت خلاصی نیه تو فهمیدی اگر ازم حال تا دیگه سالم که کار نکنی همین کارا زمینا شما خلاص نمیشه بازم یک جا دیگه میمونه یک ساعتی نیم ساعتی 2 ساعتی به این پیار خم رسیدگی کنیم امورم بشونیم گناه داره آخر عمری شده چایکو برام ما کار رسیدگی میکنیم پیار من ولی که کسی مریض میشن یا میگو ناجور میشن میگم من مادر تا تو دستمال پوست پاک کنه نه بده به کمر خوب استکدید با تو چوکو عارف گفتم من که میگم که کسی میای بخون خب برو از دیگه پول اگه همه مردم میگن که پیار تو چی کار فلانه برو بخو جمع کن گناه داره بابا یارا کار بگو تو پیار ما میماره چی میگی تو لیلا بگم گناه داره سر خیور بر دل و نصیحت کو بگو خیر بابا غم نداره جوش نزن ولی به فکر می زمینای میگه بعد از اینکه ما با مورم خدا میدونه گیلاگ اینا حال ما دست همین مردم هم روز نداریم ما